اومدم با یه آنباکس یه چیزی که عامل بدبختیه، خودم اصلا قبولش ندارم و خب به نظرم یه چیز نامردی هستش وجود این چیز و اون چیزی نیست جز آیپد. آره ما موبایل پلیرها، اونایی که با گوشی پلی میدن، معمولا آیپد پلیرها رو یه جورایی دیس میکنیم. آیپد پلیرها خب میگن همینی که هست. امروز آیپد گرفتم، دوست داشتم مال خودم باشه ولی خب دوستم بهم داد آیپدشو که برم یک دست با آیپد بزنم بعد ببینم مثلا چجوری آیپد، چرا ما موبایل پلیرها آیپد اینا. آره میخوام برم ببینم چرا ما موبایل پلیرها آیپد رو دوست نداریم، چرا داریم به آیپد پلیرها فوش میدیم. میخوام علتش رو کشف کنم براتون. بچه الان قابشو در آوردم قشنگتر شد. این کابوس ما موبایل پلیرهاست. بریم ببینیم این چیز که عالم همه دیوانه اوست. این نکن آب میپاچم، آب میپاچم رو، تا خودت هم میدونید چه آبی. آره بچه‌ها داشتیم یه ساعتی شارژ بشه. منم لباسامو عوض کردم، با قبلی‌ها راحت نبودم چون که یقش باز بود. اسلام دیگه داشت میافتاد به خطر. با نام و یاد خودش شروع میکنیم. بیاید فارم، هک داره بیاد فارم، ایرانی نیستی نیای فارم. امیدوارم صدام رو آل بوده باشه، امیدوارم صدامو شنیده باشن. این چیه؟ خب نه صدام رو فرند. بچه خیلی حال میده. تحریک میشم. ببینید دیگه. آره دارم تحریک میشم آیپد بگیر. البته نه من هیچ وقت به شما خیانت نمی کنم. من یوتیوبر موبایل پلیر خواهم بود، یعنی کل افتخارم اینه که با موبایل پلی میدم. نه آیپد نامردی، آیپد نامردی، واقعا نامردی، چون خیلی خفنه. واقعا خیلی ایزی دارم پلی میدم. این نسبت به گوشی واقعا به نظرتون تو مولتی هم اینطوریه؟ یه دستم باید باش مولتی بزنم. احساس میکنم تو مولتی با گوشی خفن تر پلی میدم. باید یه دست تست کنم آیپد رو با مولتی. ولی واقعا خدا میخوام هر کی دلش آیپد میخواد بهش بده. من که نمیخوام، بخوام میخرم. بستگی داره این دست چند تا کیل بتونم بگیرم. اگه همینجوری خوب پیش برم شاید خریدم. نمیدونم تو کامنت ها بگید به نظرتون بخرم یا نخرم. من دوست دارم موبایل پلیر بمونم واقعا. آخه میخوای گریه کنی؟ گریه کن. بیاد جلو که ملیکا دیوتی با آیپد اومده میخواد همه رو دونه دونه زر بده. بچه فکر کنم آیپد گندگوزی الکی هم میاره، چون من الان دارم همینجور الکی گندگوزی میکنم، یعنی ناخواسته گندگوزی میاره آیپد. بیا کجایی؟ ما تو اکسپلوریم، تو کجایی؟ بیا عمو، بیا بغل عمو. ایزی. اینو قدرت آیپده ها بچه‌ها. من اصلا تو بتل اینطوری نمیتونم با موبایل کیل بگیرم، نوب سگم. اینو قدرت آیپده. خب ایزی پیزی. بیا اینجا عمو ببینه. آها صدامو داری؟ یارم صدای منو دارید؟ رش ما بریم دلو نقش رو زمین میشم بلا اسمک میندازه که ریوایف کنه ولی باید بیاد اینو نه ببخشید من تو یوتیوب قرار با ادب باشم. بچه از دلایلی که استریم نمیکنم اینه که من فوش زیاد میدم، واقعا آبرو شرفم میره. بعد بدبختی ویدیوهای من فامیلام ننه بزرگم نمیدونم دیگه باید رعایت کنم. اسلام به خطر میفته. آها فرار نکن، بیا بغل خاله، بیا بغل خاله ملیکا، تو هم بیا. الان میان کامنت میذارن داری بات میکشی. قدرت آیپد رو ببین، لذت ببر بابا. بچه واقعا اگه نوبید بگیرید آیپد خیلی خوبه، دیگه نوب نمیشید.
این واقعا اگه سطح بازیتون به شک دارید بیشک با آیپد بهتر میشه. ولی خدایی چجوری آیپد پلیر رو دلشون میاد واسه موبایل پلیر رو کوری بخونن یا ادعاشون بشه با آیپد. ایزیه هاچی، ایزی. موبایل پلیر میزنن با افتخار میذارن میگن ما موبایل پلیر باید بزنی. با این نزنی دیگه کی بزنی؟ تو نزنی دیگه کی بزنه؟ حالا امروز فردا آیپد میگیرم. همه میان منو فوش میدن. آره با تمام احترام به آیپد پلیرها، ولی ماها کارمون خیلی ایزی تر از موبایل پلیراست واقعا. خدایا به هر کسی که این ویدیو رو لایک میکنه یه آیپد عنایت کن. از ته قلبم دارم میگم. به همه نه، به همه بدی خب نمیشه، ولی به کسایی که این ویدیو رو لایک میکنن چون با منو عشقن و کسایی که منو ساب میکنن قشنگ دارم استفاده میکنم و کسایی که منو ساب دارن به همهشون یه آیپد بده برن اینجوری گیم پلی بگیرن بهتره کنن خاله ملیکاشون عشق کنه. مامی ملیکا بهم بگید مامی. ای جان تا حالا نمردم، خیلی عجیبه. با موبایل بودم الان 10 بار مرده بودم به مولا. گیم پلی با موبایل فکر کنم گذاشتم یه بار. آلکاترازو برید نگاه کنید. اسمك میندازه که ریوایو کنه ولی بیا ولی بقله الکی میگفت اچستم وان شات میکنه سمانه خانم. کو این وان شات بود؟ 2 شات دادم. آها نگاه وان شات نمیکنه سمانه. اگه داری این ویدیو رو میبینی اچست وان شات نمیکنه. داشتی به گاجمون میدادی. خب بچه اصلا نترسید الان میام کاور. شما منو دارید ملیکای با آیپد. ای داشتم میمردم و نمیخوام ببینم، میخوام ریکورد بهش کنم. شما یه ملیکا با آیپد رو دارید اصلا نترسید. بیاد جلو میخوام پارتون کنم. پاره اید. خوبی آیپد اینه اگه بگیرم میتونم تونتون براتون گیم پلی بتل بذارم. با موبایل واقعا از من انتظار گیم پلی بتل نداشته باشید. همین مولتیمونو میریم یه دوئل میزنیم یه ایسکا میگیریم تموم میشه میره. یه کوچولو فقط داغ کرده این فن باید بگیره سامانو براش. خودم شاید بگیرم واسش سورپرایزش کنم. بریتون اما اون بالا چی کار میکنی؟ بیا پایین، بیا پایین، سرمون درد گرفت. بیا کاش صدام رو آل بود از اول بازی. کوریامو میشنیدن یه چند تا فوش بیدارن عشق میکردیم. توی ویدیوی قبلی قرار بود از بین کامنت ها 2 تا 15,000 تومان جایزه بدیم. یکیش برای کسی که اولین نفر بگه صورتم چه تغییر کرده و دومیش برای کسیه که بتونه بگه اسکین مورد علاقه من توی کالاف چیه. بریم میخوام چشامو ببندم کامنت ها رو بالا پایین کنم. اسکین مورد علاقه من اوربن ترکره. ببینیم جایزه به کی میرسه. بچه‌ها ریکوردر رو روشن میکنم چشامو میبندم. بریم. اوربن ترکر صورتی اسکین مورد علاقه ملیکا. مابدیان 7326 آیدی تلگرام بده که بتونم شماره کارت ازت بگیرم. دمت گرم، مرسی که شرکت کردی، مرسی که همتون شرکت کردید. خب دومین باید برم اولین کامنتی که گفتم آقا تو عمل کردی رو پیدا کنم، یعنی برم بین قدیمی ترین کامنت ها. ایسا فکر کنم اینه اولین کسی که گفته دماغم رو عمل کردم. کد ام ناروتو 3967 شماره
کارت. حالا یه بارم با آیپد میرم مولتی پلی بدم، دوئل بزنم ببینم که چجوری است، آیا خفنه یا نه و شاید من آیپد بگیرم. بچه‌ها نمیدونم، لطفاً تو کامنت ها بگید بگیرم یا نه. از این طرفی نمیخوام خیانت کنم به جامعه موبایل پلیرها، از طرفی سطح گیم پلی ها میاد بالا، قشنگ میذارم عشق میکنید، تون کیلوی خفن میزنم عشق میکنید دیگه. بهم بگید دیگه. مرسی، دوستتون دارم، متشکرم تا اینجا بودید. خوابم میاد، آیپدم فردا باید تحویل بدم چون که بچه امروز نتونسته بره بازی کنه سمانه. منتظر ویدیوهای بعدی باشید، با هم دیگه قراره بتره کنیم، عشق کنیم تو این چنل. خلاصه ساب نکنی از دست دادی دیگه، سعی کن اگه ساب نکردی ساب کن، زنگوله رو فعال کن و بریم واسه ترکوندن. دوستتون دارم.